سلام عزیزان من، خوب هستید؟ راستی دستی هنرمند گل است. باشد که تبسم از لبان شما کنده نباشد. مانا شناختنده، مانا شناختن. و من فکر میکنم آماده است. بیایید با هم تماشا میکنیم. گویا من هم در سیاحتی همان موضع هستم. سخنی والا و صمیمی مرهمی هست که روان ما را طبابت میکند. لعلی تو که هست جان حافظ، دور از لب مردمانی دون باد. این بعد ما تصمیم گرفتیم درباره یک نقلیات هوایی عادی ترین چیزهایی هست که بعضا ما نمیدونیم. اینجا منظورا نام بیننده همیشگی ما از ناحیه اشت برای ما نامه نوشتند. شمیمی صبح است با یک جهان مهر و محبت و 100,000 اخلاص و صداقت منظوری شما.